سلام و خوش آمدید. در این ویدیو شما می آموزید که فعل یا ورب چیست. فعل کلمه است که یک عمل را نشان می دهد. مثلا یک شخص چه کاری انجام می دهد یا چه کار اتفاق می افتد. و علی یار، علی چه کار می کند؟ علی لحسر، علی مطالعه می کند. علی سمیلر، علی لبخند می زند. هان تینکر، او فکر می کند. حالا چند نمونه از افعال دیگر را می بینیم. دریکر، نوشیدن. سپیسر، خوردن. سوور، خوابیدن. تینکر، فکر کردن. لپر، دویدن. هوپر، جست و خیز زدن. واسکر، شستن. و شعر، چه اتفاق می افتد؟ ده راینر، باران می بارد. ده بلوسر، باد می وزد. ده سنر، برف می بارد. حالا می دانید که فعل چی است؟ اگر جواب منفی است، این ویدیو را یک بار دیگر تماشا کنید. سپاس از تماشای این ویدیو.